مهلت جمع‌آوری امضاها برای نامزدی به انتخابات پرزیدنتی ترکیه روز 25 مارس سال 2023 به انجام رسید و شورای انتخاباتی ترکیه 4 نامزد را به انتخابات را داد. احمد ینیر رئیس شورای انتخاباتی ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه، کمال کلیچداروغلو رقیب اصلی او از ائتلاف احزاب مخالفین، محرم اینچی و سینو اوغان در انتخابات روز 14 مای سال 2023 برای کسب کرسی پرزیدنت ترکیه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. روند انتخاب نامزدهای نهایی پرزیدنتی در ترکیه به این صورت است که مردم می توانند در مهلت معین شده قانونی که از طرف شورای عالی انتخاباتی اعلام کرده می شود به نمایندگی های این شورا در محل زیستشان مراجعت نموده در زیر نام نامزد دلخواه خود به جانبداری از آن امضا کنند. بنا به قانونگذاری ترکیه هر نامزد برای رای یافتن به مرحله نهایی باید دست کم 100,000 امضا جمع‌آوری کند. رجب طیب اردوغان نامزد معرفی شده از جانب دو حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی است. اردوغان که 69 سال دارد از سال 2003 تا سال 2014 به حیث سروزیر و از سال 2014 به این طرف به حیث پرزیدنت در مجموع اینک 20 سال باز رهبری ترکیه را در دست دارد. احزاب مخالف 6 گانه و یا میز 6 شامل حزب دموکرات، حزب ملت، حزب نیک، حزب سعادت، حزب جهش دموکراتی و حزب آینده کمال کلیچداروغلو 74 ساله را که طرفدارانش او را مهاتما گاندی ترکی مینامند به عنوان نامزد نهایی خود پیشنهاد نمودند. انتخابات رئیس جمهوری ترکیه که یکونی ماه پس برگزار می شود در 100 سالگی نظام جمهوریت برای مردم ترکیه در میان بحران اقتصادی بی‌سابقه، تورم پولی، زمین لرزه مرگبار که جان نزدیک به 50,000 نفر را گرفت از بسیار جهت چالش برانگیز و فوق‌العاده با حمایت دانسته می شود. اصحاب مخالف 6 گانه امیدوارند که پس از حدود 20 سال قدرت سیاسی را از دست اردوغان و حزب او بگیرند و به حکمرانی اسلامگرایان پایان دهند، ولی اردوغان هم تمام امکانات خود را برای ماندن در سر قدرت به کار انداخته است. در همین حال 3 حزب سیاسی و شورای انتخابات ترکیه عریضه نوشته خواهان از انتخابات ماه مای بیرون انداختن نامزدی اردوغان شدند. آنها بر اینند که از روی قانونگذاری ترکیه اردوغان حق ندارد بار سیوم وارد انتخابات پرزیدنتی شود، زیرا سرقانون ترکیه به یک نفر تنها برای 2 دوره پرزیدنتی حق می‌دهد. ولی سخنگوی حزب حاکم به رسانه‌ها گفته است که اردوغان در سال 2018 از روی سرقانون نوی رئیس جمهور انتخاب شد و آن دوره پیش از تغییر سرقانون حساب کرده می شود. انتخابات همزمان پرزیدنت و پارلمان ترکیه 14 مای سال 2023 برگزار می شود. در ترکیه 55 میلیون نفر حقوق آوازدهی دارند. پرزیدنت ترکیه برای 5 سال انتخاب کرده می شود.